قرار شورای کارشناسان اتفاق نویسندگان ازبکستان اخیر 6 ایجادکار تاجیک مقیم این کشور به عضویت این سازمان ادبی قبول کرده شدند. میراسرار فرغانی خبرنگار فرج در تاشکند خبر داد که شهادتنامه‌های عضویت را به نویسندگان یونس امام نظر و ظاهر حسن‌زاده، شاعران رسولبک احمدزاده، تختمیش باقیف و خسرو سعدالله، ادیبه جوان ملکه بختیار از شهرهای تاشکند، سمرقند، اینچنین ولایت‌های فرغانه و سیردریا در یک مراسم خاص معاون رئیس اتحاد نویسندگان ازبکستان نادر جانوزوق سپرده است. قبلا یک عده از شاعران و نویسندگان تاجیک تبار ازبکستان از جمله شاعران پیمان، عبدالله صبحان، محمد جان شادی، جعفر محمد ترمیزی علاقه به عضویت اتفاق نویسندگان آن کشور قبول شده بودند. 6 ادیب اخیر بنا به گزارش میراسرار فرغانی چند مقدم به عضویت این اتحادیه پذیرفته شده بودند، ولی شهادتنامه‌های آنها را رسما در روز دوستی خلقها در ازبکستان هر سال 30 ایول تجلیل می شود به دستشان سپرده شده است. شاعر زاده سغزمین رسولبک احمدزاده به عضویت اتفاق نویسندگان ازبکستان پذیرفته شدنش را مایه افتخار خود و پیوندان و دوستانش نامیده گفت به نوشتن شعر هنوز از سالهای مکتب خوانی شروع نموده، ضمن تحصیل در رشته سخنشناسی دانشگاه دولتی خوجند با کمک استادان و شاعران شناخته تاجیک مهارت و ملکه‌اش را تکمیل داده است.